به همتون دوستای عزیزم، امیدوارم که عالی باشین. بالاخره موها رو تو تایم مکس کاور بکشیم یا نکشیم؟ تا انتها با من باشین، میخوام توضیح بدم. همراهای عزیزم، در مورد کاور کردن مو باید این رو بدونید. اگر دارین از موادهایی استفاده میکنین که صافی‌های بالایی دارن و گاز و بوی زیادی دارن، نباید موها رو کاور بکشید. این موادها به خاطر اینکه بر پایه فرمالدهید هستن، گاز زیادی دارن، شما اگر این مو رو کامل کاور بکشید، گازی که از این موادها خارج میشه توی ریشه مو تجمع میکنه و مشتریتون به زودی دچار ریزش موی خیلی زیادی میشه. این موادها باید روی مو باز باشه که این گاز از لابلای مو خارج بشه. مگر اینکه مشتریتون موهای فوق‌العاده تارضخیم و فری داشته باشه که شما فکر میکنین باید این مو گرم بشه، اجازه دارین فقط ساقه مو رو تا گردن کاور کنین و روی سر کامل باید باز باشه که این گاز توی موها نمونه. این از موادهای گاز و بودار. اما موادهایی که احیای بالایی دارن، این موادها معمولاً گاز و بوهای کمتری دارن یا گاز و بو ندارن، ولی ممکنه بر پایه فرمالین باشن. شما با توجه به متریالی که دارین مصرف میکنین باید بدونین که اجازه دارین این مو رو کاور بکنین یا نه. این موها رو هم اگر مطمئن نیستین که گاز و بوش چقدر ممکنه باعث ریزش بشه یا نشه، فقط اجازه دارین ساقه های مو رو کاور بکشید. در مورد اینکه ما مثلا به عنوان مثال میگم پروتئین ها رو کاور کنین، بوتاکس ها رو کاور کنین، کراتین ها رو کاور نکنین، در مورد همه اینها بستگی به برند هایی داره که شما دارین استفاده میکنین. بعضی از بوتاکس ها هستن که صافی های 70% میدن و گاز و بو هم ممکنه داشته باشن. پس شما باید این موادها رو هم ساقه موها رو کاور کنین و ریشه موها باید تو هوای آزاد باشه. پروتئین ها هم همینطور. موادهایی که صافی به مو میدن معمولاً فرمالدهید دارن و شما اجازه ندارین کاور بکشید. مسئله بعدی دمای سالنتون هست. دمای سالنتون اگر سرد باشه، این سردی باعث میشه که مواد نتونه جذب مو بشه و سردی زیاد مانع جذب این مواد میشه. شما حتما باید بدونین توی تابستون اگر از کولر استفاده میکنین، مشتریتون اصلا نباید جلوی کولر باشه، حتما باید یه جایی بشینه که دماش متعادل باشه. توی زمستون هم همینطور باید دمای محیطتون انقدر مناسب باشه که اگر روی مو رو کاور هم نمیکشید، مواد بتونه به راحتی جذب مو بشه. اینها نکات خیلی مهمی هستن که باعث میشن مشتریتون نتیجه بهتری بگیره، ریزش مو نگیره و برای شما بازخوردهای خیلی عالی هم داشته باشن. در مورد موادهایی که احتیاج به کاور کردن دارن یا احتیاج ندارن، هر سوالی دارین در خدمتتون هستم. دوستتون دارم و به خدا میسپارم. خدا نگهدار.